یه هاتداگ گنده دست دوست پسر دوستم بود و داشت با اون. اینجا کانال برباد رفته است. شما داستان‌های واقعی رو میشنوید با صدا و قلم مهدخت. سلام، اسمم آناست. یه دهه 80 آزادم که پدر و مادرم از هم جدا شدن. بابام وضع خوبی داره و برامون مال و اموال زیاد گذاشته. اندازه‌ای هست که حالا بخوریم و تموم نشه. بابام قرافرای مامانمو نتونست تحمل کنه و در نهایت رفت و عشقش زندگی کرد. ما رو رها کرد و مامانم هم خیلی راحت بدون توجه به ما شوهر کرد و رفت. الان من و خواهر بزرگترم توی خونه دوست پسرش زندگی میکنیم. البته خونه خودمونم طبقه بالای خونه دوست پسرشه، ولی خب ما اکثرا پایین هستیم. دنیای من با دنیای همه دهه 80 فرق میکنه، چون کلا سبک زندگیم فرق میکنه. من اومدم توی خونه‌ای که همه چی توش آزاده. هر کاری که دلم بخواد میتونم انجام بدم، اما بگذریم. زیاد مثبت بازی در نمیارم، اما زیادی هم با کارشون حال نمیکنم. تقریبا آخرای هر هفته دوست خواهرم با دوست پسراشون و دوستاشون برنامه دارن. یا استخر پارتی یا سویچ پارتی یا در نهایت یه دوره همی ساده. جو باحالیه. منم چون از همه کوچیکترم خیلی بیشتر بهم میرسن. خواهرم واقعا مهربون و دوست داشتنیه. همه سعیاشو میکنه تا آب توی دل من تکون نخوره. دور و برم شلوغ هست، اما از ته دل احساس تنهایی میکنم. اینو میگم واسه اون کسایی که فکر میکنن پول داشتن همه چیز و عشق و حال خیلی خوبه و همیشه وقتی عشق و حال باشه آدم حالش خوبه. نه، اصلا اینطوری نیست. من واقعا یه وقتایی احساس بدی دارم. احساس میکنم اضافم و هیچ وقت دلم نمیخواد دیگه توی موقعیتی که هستم باشم. تو دانشگاه زبان انگلیسی میخونم. دورسا یکی از دوستای هم دانشگاهیم بود. وقتی در رابطه با جمعمون صحبت کردم بهم گفت منم دلم میخواد یه بار میام پارتیای شما. خیلی دلم میخواد یکم عشق و حال کنم. وقتی که به بچه‌ها گفتم مهمون دارم، اونا هم مخالفتی نکردن و اجازه ندادن. قرار شد دورسا هم با دوست پسرش بیاد که ای کاش هیچ وقت نمی اومد. بالاخره روز موعود فرا رسید. همه بچه‌ها با هم توی جاجرود قرار گذاشتیم که به سمت ویلای یکی از بچه‌ها که توی دماوند بود بریم. برنامه اون شب استخر پارتی بود. توی مسیر یه سری وسایل و خرت و پرت خریدیم تا برای اون شب خوراکی‌ها و جوجه و غذا و همه چی رو آماده کنیم. این وسط من هوس سوسیس کرده بودم که به دوست پسر خواهرم برگشتم گفتم یه مقدار سوسیس بگیر که با هم اونجا سوسیس کبابی بخوریم. اونم نامردی نکرد و رفت یه عالمه هاتداگ گرفت و آورد. نگم براتون که اون شب چقدر به همون حال داد و چقدر رقصیدیم و خوردیم و عشق و حال کردیم. حسابی سر همه گرم شده بود. هر کم روی مود خودش بود. یکی مست بود، یکی روی قرص بود، یکی چت بود. خلاصه هر کسی فاز خودشو داشت. من دیگه داشت کم کم سردم میشد. توی ویلایی که بودیم یه اتاق داشت که وسیله‌های من اونجا بود. از قضا این اتاق درش از قبل یکم گیر داشت، اما یه در شیشه‌ای از بیرون داشت که هیچ وقت شاسی قفلشو نمی‌زدیم که اگه گیر کرد راحت از در بیرون رفت و آمد کنیم. منم سریع پریدم و از توی حیاط از در شیشه‌ای وارد اتاق شدم. یه لحظه صحنه‌ای رو که داشتم می‌دیدم باورم نمی‌شد. دورسا خوابیده بود و پاهاش بالا بود. سعیدم داشت یکی از اون هاتداگای گنده رو فرو می‌کرد داخل بهشت دورسا. از تعجب داشتم شاخ در می آوردم. آخه چرا؟ مگه سعید نبود؟ از یه طرف از خنده داشتم منفجر می شدم. از طرف دیگه داشتم از سرما می مردم. وقتی متوجه من شدن اول ترسیدن، بعدم جا خوردن. یهو سعید پرید روی دورسا، اما اون هاتداگ سر خورد و از روی تخت قل خورد و افتاد جلو پای من. بهم گفتن تو اینجا چی کار میکنی؟ منم خندم گرفت و گفتم شماها اگه هاتداگ بازیتون تموم شد
برین کنار، اومدم لباس بردارم. بیچاره از خجالت داشتن میمردن. وقتی رفتم بیرون دیدم 2 دقیقه بعد لباس پوشیدن و یه خداحافظی سرسری از همه بچه‌ها کردن و رفتن. جوری رفتن که انگار هیچ وقت هیچ خبری ازشون نبود. فردا بعد از اینکه رسیدیم خونه، نادر دوست پسر خواهرم گفت درسا دیگه این رفیقای حولتو با خودت نیار. گفتم باشه ولی چطور؟ گفت رفتم از در شیشه‌ای توی اتاق خواب دیدم داره یه چیزی میکنه توی دختره، اما انقدر تو حال خودشون بودن که اصلا متوجه نشدن من اونجام. پسره بی همه چیز بعدم بدون اینکه کوچیکترین تشکر کنه پا شد و گذاشت و رفت. منم بعد از اینکه فهمیدم نادر فهمیده همه داستانو برای کل بچه‌ها تعریف کردم و کلی با هم دیگه خندیدیم و دیگه هم قرار شد هیچ وقت دیگه کنار ما نباشن. تمام.